یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. بچه‌های چت خوش میکنم که در چت نویسید اگر صدای ما هست یا کی نیست. بله یا کی بله. بله یا کی بله. بیگ کود سلام. سلام با دوست مهربانی ما بیگ کود. اردشیر مایراموف سلام. درود با دوست مهربانی ما اردشیر. درود با دوست مهربانی ما درود با دوست مهربانی ما. just one moment please. اوکی درود از لندن. خوب هستی؟ همه افسانوی دوست مهربانی ما. hello from London English motherland. درود با دوست مهربانی ما خیمیک. درود با دوست مهربانی ما خیمیک. درود با همه. درود با همه. شما بخیر. جو بود خیلی باران است. او مای گودنس. باران خیلی باران دوستای مهربان. باران میبارد امشب هوا بارانی است. خب خیمیک 100% اومده صدا 100% اومده ایستاده است. سپاس فراوان با دوست مهربانی ما خیمیک. English only. Holy moly. Hello from Uzbekistan. Hello my friend from Uzbekistan. From which city of Uzbekistan are you from bro? Are you from Samarkand, Bukhara? Which city bro? در تاجیکستان نیز باران است. بله دوست مهربان باران. شناختی که البته حسین چرا که ما تو رو نمیشناسم. دوستی مهربانی ما مندلیف خیمیا Mendeleev, okay. I hope you're doing well, dear my friend. Of course, I'm doing fantastic, bro. I'm doing fantastic. But the only problem is that today is rainy, and you know, I just didn't want to go outside, and that's why I wanted to talk with my friends. The Almatoyum Boronai. Oh, Almato da Boronast. امیدوارم که دنیا با آخر نمیرسه. It's not the end of the world. Okay, خب دوستیم بیگ کوت از الماتو، خیمیک از تاجیکستان، اردشیر از دوشنبه، انگلیش اونلی از لندن، حسین اکا حسن. ما قطعی کی صحبت کردم شما حسن حسین دارد کو؟ ما قطعی کی صحبت دارم؟ قطعی حسین یا قطعی حسن؟ حسن کنی دوست مهربان. حسین کنی مندلیف. حسین از در المپیاد یگان جا گرفتی یا که نگرفتی؟ مردک برین یگان جای گرفتی یا که نگرفتی؟ در مسکو مایده باران در مسکو هم باران. بله دوستان مهربان در مسکو هم باران. دوستی مهربانی ما. خب کنی گپ زنه چی گپ خبر؟ چی نویگرد؟ چخلا زندگی. In England every day raining bro. Of course man, England doesn't have a good weather to be honest. That's why I don't want to go to England. Because not even England, entire United Kingdom is always rainy. درود اکای ریزا. درود با عمر aka IT. درود aka Kotlin, the guy who doesn't like Flutter. بله در خوجان. در خوجان هم باران. سیاره زمین همش باران است بچه. چرا بچه های چت چرا؟ بچه های چت چرا همه جدا باران است؟ این عمر هم باران میگد. سلام در در نوسیبیسک که هم باران بوده است. واو این کاری خوب نه. در تمام سیاره باران است. این طور باشد. امشب هوا بارانی است. خب کنی گپ زنید بچه های چت. چی گپ خبر؟ چی نویگری ها؟ تحصیل چی خیل است؟ تحصیل چی خیل؟ در صغیر دشت هم باران است. واو ورزاب در سیل شیشتای نخود.
و برای کی فصل بهار است؟ بله بله حالی مالی درست برای کی فصل بهار است. ورزاب است سیل شده است. این خبر از کجا فهمید دوستی مهربان اردشیر؟ Yeah, I didn't like the UK only for the brain, bro. Yeah, bro. UK is always rainy, and yeah. So I think the great English-speaking country is the Australia. اینجا با مثل برنامه بود هوا شد. بله روز بخیر بینندگان عزیز، رضا گیف هستم از تلویزیون سفینه. امروز در خوجند بود هوا خیلی هم بد است و باران خیلی هم زیاده رو در بر میگیرد. دیگر همکاران من از دیگر منطقه‌های سیاره زمین نیز خبر دادند که در بریتانیا نیز خیلی هم باران پرشدت است. در لهستان، در آلمان و حتی در الماتا هم باران بسیار میبارد. خب سوربون گروپ الکتریک تی جی کی اگر ایزا سازی خوبی نصرانیات چقدر فکر میکنم ساعت ولی دوست مهربان همه افسانه‌ای است، همه فانتاستیکی. سوربون در اینستاگرام دیدم. چی رو در اینستاگرام دیدی؟ در اینستاگرام چی رو دیدی دوست مهربان؟ تو اینستاگرام استفاده میبری؟ چند بار گفتم که اینستاگرام دیگر استفاده نبرید. بچه‌های چت اینستاگرام استفاده نبرید و شما اینستاگرام لازم نیست. خود یازیر اینستاگرام رو نابود کن از تلفن موبایل دوست مهربان. خود یازیر. احوالات چخل اکا دوستی مهربان شکر خدا همه ساز از دنبال زندگی طول یک ماه و 5 روز اخیر من زیاده از 16 نوار ایجاد کردم که این فانتاستیکی است، این تاریخ سازی است، این رکورد است. چون که من هر روز دوستان مهربان هر روز نوار ایجاد کردم، اسکریپت نوشتم، نوار ایجاد کردم، درس ایجاد کردم، کار کردم و 10 ساعت خواب رفتم. نویگری همه که زنگ گرفتن در کره که کی توی کی دوست مهربان کی توی است خیمک توی کی است توی کی توی دعوت کن اشخری رویم. همین ما یول توی دعوت کن من حتما میرم توی شما دوست مهربانی. من توی خیمک دم میرم. اگر که ما یول دعوت کنه توی میرم. چرا که اینستاگرام رو استفاده نبریم؟ چون که چرا استفاده بری؟ روز تو بگه 18 4-5 ساعت وقتی حیات هم میگذرونی در ریلز های اینستاگرام. پگاه حیات خیلی کوتاه است. حیات برای اینستاگرام نیست، حیات برای زندگی است. اگر ایزا خبری نو رو دیدید، شرکت گوگل برنامه سازانی فلاتر رو اخراج کرد. نخواد دوستی مهربان گوگل فلاتر که این خودش از گوگل است. چرا که اونها رو اخراج کرد؟ و یا که خودشون تبلیغگری فلاتر هستند. اگر برای چی اینستاگرام جواب دادم؟ چون که گفتم اینستاگرام روز تا بگه ریلز صورت های گوشپر دوستان، نمیدونم فوتبال، خبرها، آبلای همه چیز تماشا میکنی و در آخر میشوی زیق و دیگر نه تحصیل میفورد نه کار میفورد و میشوی استرس نمیغلطی. برای همین بله اینستاگرام جای خوب نیست. اینستاگرام مکانی خوب نیست. اینستاگرام مکانی خوب نیست. ما اینا دور بریم پیش بریم. اگر ایزا چخل کنیم وقت اداره کردن نشده است. همین اینستاگرام رو نابود کن. آخیر اینستاگرام رو نابود کن دوستی مهربانی. ما اینستاگرام رو نابود کن. تلفن موبایل دا یگان برنامه را نداشته باش. چون که اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک، حتی یوتیوب هم نابود کنه. ببینید ما در تلفن موبایلیم نه اینستاگرام دارم، نه فیسبوک دارم، نه یوتیوب دارم، نه تلگرام دارم، نه واتساپ. یگان برنامه را ندارم. برنامه‌های مهمی ما برای ما این هست اسلک که با همکارم در ایتیمو صحبت میکنم، کلندی برای بچه‌هایی که مرا زنگ میزنن، تیتان برای پشت‌های الکترونی است از شرکت، وان درایو برای کاربرای شخصی، جیمیل برای پیام ها، زوم برای صحبت آنلاینی، نوشن برای کاربر، گوگل داکس برای نوشتن مقاله ها و گوگل کلندر برای تقویم خودی من. ببینید یگان برنامه دیگر ندارم در اینجا. همه چیز محصول ناکی است و شما باید همین کار کنید خود یازید. چون که این برنامه ها حیات خیلی کوتاه میکنن. خب بهترین سخن ها که
تشکر زیاد برای بهترین سخن‌ها. با فکر شما اکا از فایدهش زیانش بسیارتر است. چی فایده دارد؟ یگان فایده ندارد اینستاگرام. چی فایده دارد؟ چی فایده دارد؟ یک فایدهش رو گپ زن. اینستاگرام یگان فایده ندارد. برای وابسته برای تجارتکارا فایده دارد. مثلا اگر تو تجارتکار باشه البته که این مکان زیباست، این کاروان است برای فروش محصولات ها. ولی با مثل دوستی مهربان ما خیمیک، با مثل دوستی مهربان ما اردشیر، اگر که شما تحصیل کنید، اگر که شما بچه‌های تحصیلگر باشید، اگر شما اگه کاری بزرگ کردنی باشه، شرکت ابرقدرت ساختنی باشید، کیهان رفتنی باشید، کتاب نوشتنی باشید، فیلم ایجاد کردنی باشید، این تنها وقت گذرانی است. این شما را دقتتون رو پریشان میکند و دیگر هرگز تحصیل نمیکنی، هرگز کار نمیکنی، یگان کاری بزرگ رو نمیکنی و بعدا میبینی که 80 ساله دیگر هیچی یگان کار نکرد است. این دوستی عزیز حیات رفت. ای بی چی؟ ای بی اینستاگرام، ای بی فیسبوک، ای بی یوتیوب. اگر مثلا ما درس انگلیسی هید برادر چند مرتبه ما گفتم که دروغ است، چخیل تو درس انگلیسی میخونین در 15 ثانیه؟ در 15 ثانیه تو چی را آموختی؟ این عیاز اومده گفتن چی را آموختی؟ دوستان عزیز این دروغ است. این تنها تبلیغات است که مردم میکنن. این جای این با 15 ثانیه کسی نمیموزد. اگر اینجا آدم اگر خواهد آموختن میرود داسکه میگیرد، دفتر میگیرد، روچکه میگیرد، در یک وظیفه برای ساعت‌های 5 ساعت 6 ساعت هر روز 8 ساعت میگذارد برای یک سال آینده تا که یک مهارت را آموزد. با 15 ثانیه تو یک گوشه میآموزی. بزرگترین فریب در تاریخ انسانیت. تاج‌الدین امردینوف این بزرگترین فریب در تاریخ انسانیت است. کی با درس انگلیسی میخواند از اینستاگرام بچهای چت؟ کی با درس انگلیسی میخواند؟ کی کی باز انگلیسی میخواند از چت؟ از یوتیوب، از اینستاگرام انیخترش. همین دوستان اونلاینی ما از کجا ما را تماشا میکنند؟ بچه‌های چت شما ما را از کجا تماشا میکنید؟ از کدام کشورهای سیاره ما را تماشا میکنید بچه‌های چت؟ اوکی اردشیر نوشته است در حقیقتا ما را غمگین احساس اینستاگرام، برای اون که در اینستاگرام فقط درباره سر شدن جنگ سوم جهان و هزل و شوخی های بی‌فایده میباشد. البته دوستی مهربان، یعنی تو چیزهایی رو میبینی که چیزهایی رو میشنوی که چیزهایی رو تماشا میکنی که تو باید نمیکردی، یعنی تو چیزهایی رو میبینی که تو باید نمیدیدی. مثال در نگاه کنید، این در تاریخ انسانیت این گونه نبود. حتی شاه‌ها، حتی وزیرانی که ابرقدرت بودند در عصر 20، در عصر 19 این گونه امکانات نداشتن. با مثل دوستی مهربانی ما اردشیر که در یک مدت خیلی هم کوتاه رسم‌های یک قبچه خانمان زیبا رو در اینستاگرام ببینند، زیاده از یک قبچه خبر شنوند، چون که این امکانات نبود در وقت. حتی شاه‌های ابرقدرت این چیزا نمی‌داشتند. ولی امروز یک کودک با یک تلفن موبایلی میتواند که چیزهایی را ببیند که وای باید نمیدید، چیزهایی را شنود که باید که نمیشنوید، و البته که معلومات زیاد این ضرر دارد. Agree with your idea. Thank you bro. Appreciate it man. از چین مرا بچه‌ها از چین تماشا میکنند. واو. نیهاما
ایستا چی نام داشته؟ یک چند کلمه چینی ما میدونستم. نیهاو میشود hello یا که درود. نیهاو ما میشود که چخل هستی. وا عینی میشود که من تو رو دوست میدارم. وا میشود ای او یا من. وا عینی. تته و یا که ششه میشود که thank you very much تشکر زیاد. بله اینم کلمه چینی میدونم. من فکر میکنم از یوتیوب میشود زبان انگلیسی آموخت. یعنی از شورت ها از ویدیوهای کوتاه یوتیوب نه، ولی اگر که نوارای یک چند ساعته رو تماشا کنی بله، چون که تو با انسان بسیارتر نگاه کنید. چرا که پادکست ها امروز مشهور شده ایستادند؟ چون که پادکست با تو امکانات میدهد که با همان آدمی که صحبت میکند برای ساعت‌های زیاد پیوست شوی و وقتی که با ساعت‌های زیاد با آنها پیوست شدی مهر و محبت زیاد پیدا میکنی با آنها و این زیبا است. یعنی تو صحبت‌های انسانی میکنی، نه که 15 ثانیه موضوع رو در حال عوض کردن، موضوع رو در حال عوض میکنی. نه، پادکست زیبا است. نوارای دور دراز به من پسند هستند. I am from London. Thank you bro. He is from China. محمد اسرارov. چرا از دالینگو من آموخته ایستادم. اینم زیبا است. اینستاگرام الگوریتم استفاده میبرد که میبیند اگر شما ویدیوهای مثال میگیریم خوردن تماشا کنید این معلومات رو استفاده میبرد و باشه تبلیغ کردن رو میفشاد. 100% درست است. عمر 100% درست میگویند. محمد اسرارov راست میگویی. از همین روز عبارتاً دیگر اینستاگرام استفاده نخواهم برد. سپاس رضا جان. یس I did it bro. یک کسا ما مجبور کنم دیگه. ایستید خواهش میکنم. این تنها اندیشه هم هستی. استفاده بردن و نبردن اینستاگرام این انتخابی هر یک انسانی سیوره هستی و کسی باید شما رو مجبور نکند که اینستاگرام استفاده برین، ولی تنها اندیشه من است دوستان مهربان. یعنی با 15 ثانیه کسی چیزی نمیشود. این تنها وقت گذرانی است و فریبی خودتان است. البته که اگر از روی تجارت فکر کنی زیباست، یعنی تو تجارت کار بودن میتوانی میروی تجارت میکنی و مردم ها یگون چی میفروشی، مثل که مثال ما کرده ایستادن زمان. ولی با ما خوش میکنم اگر همین نوارهای ما شما را خلال رسانن از منم تماشا نکنید، ابونه هم نشوید یا که همون آگاهی ها را فعال نکنید، چون که ما فکر میکنم که ما میخوام تنها قیمت دادن در کار. اگر که نوارهای ما با شما پسند نباشند، پسند دیگر گپ است و قیمت دیگر است. ما آدمای را بسیار آدمایی هستن که با ما پسند نیستن ولی نوارهای با ما قیمت میدن. مثلا برای همین شما تنها نوار را تماشا کنید که قیمت میگیرید از وای نوار. قیمت فهمیدید؟ محمد اسرارov ما در حقیقت که ما با زبان چینی صحبت کرده توانستم یا که نتوانستم. بیا مردک برای صحبت کنیم. و عینی نیهاو ما. وقتی که تو اینستاگرام میداری حتما تو نیم ساعت زیاد اونجا خواهی ماند. این فکت است. یعنی نیم ساعت نه، یک قبچه یک آدم هست که میگن نیم ساعت از تماشا میکنیم اینستاگرام ولی میبیند که 4 ساعت حیاتش رفت و میخیزد که در صورت حسابش مبلغ نیست، خانه در آب نیست، نان نیست، باید اجاره سپارد، تحصیل در دانشگاه و میرونن امروز پگاه باید که دانشگاه خوب کند، ولی وقت در کجا مصرف کرد؟ در اینستاگرام، در تماشای نوارهای دوستان گوشچاپرش. درود به همه و سیقل روی زمین سمرقند باستانی. درود به دوست مهربانی ما از سمرقند باستانی، از پایتخت دور و درازی که سمرقند بود، از مکان علم و دانش، از هنر، از مکان هنر. درود به دوست مهربانی ما از سمرقند. ما خدا خواهد حتما یک روز سمرقند خواهم رفت و از سمرقند پخش مستقیم میکنم. ولی بستید رسلان بهادورov در سمرقند باران هست یا کی نیست؟ رسلان در سمرقند باران هست یا اینکه نیست؟
ҳозир нест. Обу ҳаво зур аст. Фаҳмо. Дар ҳақиқат ки зебост. فهمو شرط با شما فهموست؟ بله. بچه های شاید یکم کس میخواد صحبت کنیم در تلگرام با ما نویسید، صحبت میکنیم، صحبت های دوستانه. و امروز شاید که ما در پخش مستقیم با مدت زیاد شاید که نباشم، با مدتی خیلی کوتاه خواهم بود، ولی شما میتونید که با ما نویسید در چت و صحبت خواهیم کرد. یعنی که در تلگرام زیاده از 14 کس پخش مستقیم در پیوست شده است، ولی همگی 8 دکمه مقبول. چرا؟ رحمت کلام با سمرقند. همه وقت خوش اومدی. سپاس فراوان دوستی مهربانی ما، سپاس فراوان. سمرقند حتما خواهم رفت و بعد چای نوشی میرویم. رسلان چای نوشی میرویم یا که نمیرویم؟ مرا دعوت میکنی چای نوشی یا که نه؟ خب اردشیر نوشته است من هر روز با این خیلی چیزا وا میخورم، با خودم میگویم که یک چند دقیقه پس زبان انگلیسی میموزم، با اینستاگرام میدرایم و یک چند دقیقه نیو نیم ساعت وقتم رو در اینستاگرام میگذارونم. و بله دوست مهربانی، این است مشکلی همین است. برای همین این گونه برنامه ها رو از تلفن موبیل خود، از کامپیوتر خود من دور نیست و نابود کردن در کار تا که تو رو خلال نرسانن. واو سپاس فراوان دوستی مهربانی ما. اینا از سمرقند رسلان مهمان میکرده است ریزو را. حتما میرم دوستی مهربان، حتما سمرقند پرواز میکنم. سمرقند میرویم. چند پول دوستی مهربان چند پول میستد در سمرقند؟ 1 ماه اجاره گرفتن. اجاره پولی در سمرقند چند پول میستد؟ در سمرقند چند پول میستد دوستی مهربان؟ اگر ریزو درباره تریدینگ گپ میزدید، بیت کوین همینو آینده داره یا که نه؟ ما چند بار ما گفتم که همین بس کنین همین بیت کوین تریدینگ قمار بازی را، ولی با مردم با میپوزن. نگاه کنین همچون تکنولوژی بله بلاک چین بیت کوین شاید که در سالهای نزدیک یا که من در 20 سال آینده ما رو همچون قربی اسعار استفاده بریم، ولی خوش میکنم که برای بد وای رو استفاده نبرید، برای قمار، برای من نه اکنون این اندیشه ما است، این وابسته از شما است، ولی ما شخصا خودم با این گونه چیزها باور ندارم و من فکر میکنم که آنها 99% قمار هستند. فهمیدید؟ سوربن گروپ الکتریک برای میرفت تجارت رسمی ساز، تجارت اصلی ساز که مشکلی جامعه را حل کند، مشکلی مردم را حل کند، فایده به مردم رسد، معنای داشته باشه در زندگی، تو از اون لذت بری. از همین پول را گرفتن در یک محصولات رقمی، در یک دیجیتالی میگذاری که تو باید نمیبینی، نمیقپی، حس نمیکنی، نمیفهمی چی معنای دارد. 1 ماه 300-500 دلار بودگی است. در 1 ماه. خب در 1 ماه 300 تا 500 دلار. یعنی ما اگر که 1 اتاق گیرم با مثل نمی خانه خودم 1 اتاق گیرم و در 1 ماه چقدر پرداخت میکنم برای تنها اجاره پولی دوست مهربان؟ تنها ما میخوام که 1 ماه در سمرقند زندگی کنم. چرا که سمرقند 500 دلار آمریکایی این گران نیست. حتی در کشورهای اروپایی این اجاره پولی نیست. چگونه خانه با چی نبود شرایط ها؟ با چی نبود شرایط ها؟ رسلان با چی نبود شرایط ها؟ بله امروز ما شاید که یک ساعت صحبت کنم و بعداً پیش یک دوست میروم، ولی امروز ما باید با دوستان آنلاینی صحبت کنیم و بیاید که ما با شما کم ترک معلوماتی درباره کورسی که ما ساخته ایستادم عین زمان که نام دارد ITF Plus که این شما رو از
аз сифр IT-ро меомӯзонад ва чӣ тавр компютерҳоро мардум истифода мебаранд дар бораи умуман асосҳои компютер ва чӣ тавре ки шумо мебинед курси ITF Plus тоҷикӣ агар ки ворид шавед айни замон $6 амрикоӣ нақд дорад вале агар ки пурра ки шуд онро мо $15 хоҳем фурӯхт вале зебогии ин курс он аст ки то ба имрӯз мо шахсан худи ман тӯли 1 моҳу 5 рӯзи охир 35 рӯзи охир ман зиёда аз 1 2 7 12 14 бахш 14 дарс сохтам ки он 1 соату 25 дақиқа давомнокӣ дорад бо сифати баланд сохтам ва агар бачаҳои чат шумо хоҳед ман яке аз дарсҳоро ба шумо нишон медиҳам ва агар ки бар мисол тарзи харидаш ин аст ки шумо танҳо дар болои курсҳо зер мекунед баъдан дар болои асари нав нест кардан то ки ман ба шумо нишон диҳам хоб курсҳо рефреш илова ба сабад خب دیدن ثبت بعدن ادامه خرید خب بعدن در اینجا میویدو معلومات خود رو پر میکنید نام نسب نشانی رقم‌های تلفنی اختیاری مملکت و بعدن ویزا و مسترکارد رو ما قبول میکنیم در اینجا رقم‌های کارت خود رو وارد میکنید و بعدن اگر خواهید با فرمایش خود یگان اضافه میکنید تمام مینویسید که سپاس بر رضا و بعدن تومه خرید رو زیر میکنید و بعدن شما این کورس رو خرید میکنید و این و از من با شما نشون میدم با یک کاربری دیگری که من دارم که نام دارد ریابیو و رویم اگر با ITF Plus تاجیکی چطوری که میبینید ادامه تحصیل رو زیر میکنم در اینجا علاقه که شما میتونید بخش رو ببینید یکی از چیزهای زیبایی موضوع زیبایی که با من خیلی پسند است این نام دارد رام اوکی این رو من اول باید علامت سنجی هم چون تکمیل شده و گرمی کشنده است چون که مردم ها میگن گرمی با گلستان میبرد و سردی با گلستان ایستید با فکر میاد که صدا نیست نه بچه های چت صدا هست یا اینکه نیست صدا هست یا که نیست تو که همین درس رو تماشا کنیم بچه های چت صدا هست یا اینکه نیست بچه های چت صدا هست یا اینکه نیست اگر ریزا در برای سیتیوی مارکتینگ معلومات دارید روسلان اوکی یه شرایط حاضر انچه خوبتر است اینفراستراکچور برای توریستا پیدا شد اوکی صدا هست یا دقیقا ما همین یک نمونه را نشان میتونیم با شما و با برمیگردم با صحبت خب اودیو کپچر و چیزی که در اینجا هست خب میرویم با سپیکر گرمی با گلستان میبرد و سردی با گلستان بیاید تصور میکنیم که در گرمترین نقطه تاجیکستان ایواج زندگی میکنیم اقلیمش خیلی عجیب است و مردمش خیلی مهربان در تابستان واقعا اونجا واحد پردازش مرکزی سی پی یو شما شاید درباره واحد پردازش مرکزی و یا اینکه سی پی یو در کجای شنیده باشید که آن را مغز کامپیوتر هم مینامند تا جای این گپ درست است ولی نه آنقدر چون که سی پی یو ها در اصل آنقدر دانا نیستند آنها تنها در حساب کتاب اولیه ماتماتیکی چنان ابرقدرتند که باور نکردنی است در نتیجه تاثیر ماتماتیک و رقم ها آموزش سی پی یو را ترسناک میکند متخصصان آیتی تلقیشان میکفد تا که سی پی یو را بالاتر و فراتر آموزند ماست برای همین با شما رضا گرفت لازم است که موضوع ترسناک و ابرقدرت را ساده و عادی کرده فهماند بیاید آموزش سی پی یو را واهمه نمیکنیم و از یک مثال عادی شروع میکنیم در دور دانشجوییم یک همسایه داشتم نامش امیل بود لقبش سی پی یو او همسایه خیلی جالبه بود گپگیر و مهربان وای عجیبترین انسانی بود که تا به حال واخوردم ولی یک وقتا گوشچپری میکرد بیاید نفهمونم امیل و اون که سی پی یو در اجرای اون چیزی که شما از او طلب میکردید افسانوی بود ولی او با دستورهای شما اصلا از عقل سالم کار نمیگرفت و همیشه اون چیزی رو که شما از او درخواست میکردید همان رو انجام میداد همین طور اگر شما از او خواهش میکردید که میز کاری خود را بالا برد او واقعا کوشش میکرد که تمام میز خود را بالا برد اگر شما از او خواهش میکردید که آب را گرفته در گاز ماند تا که چای نوشیم او واقعا آب را گرفته در بالای گاز میریخت یک وقت از او خواهش کرده بودم که پرتو را گرفته در پرتویت وای خواهشی ناجای بود مناسبت با او صبر و حوصله و انرژی زیادی را طلب میکرد
агар хоҳед ки ӯ ҳуҷраи худро тоза кунад, шумо бояд тамоми равандҳоро қадам ба қадам ба ӯ гӯед. Равандҳо бояд мушаххас бошанд ва сипас аз ӯ хоҳиш кунед ки ҳар як равандро бо диққат иҷро кунад. ӯ онҳоро қариб дарҳол ба анҷом мерасонд. бале, худое накунад ӯ ана ҳамон қадамҳоро шумо ба ӯ нодуруст гуфта бошед, ӯ хонаро тоза не, балки ба хок яксон мекард. хулоса ин ки CPU-ҳои компютерҳо ҳам ҳамин гуна кор мекунанд. онҳо як қатор вазифаҳои оддиро иҷро мекунанд, аммо онҳоро чунон зуд иҷро мекунанд ки ин хеле осон ба назар мерасад. ҳамаи CPU-ҳо якчанд хусусият доранд ки мо бояд дар хотирамон гирем: суръат ва мураккабият. биёед оғоз мекунем аз суръати онҳо. суръати CPU-ро мо бо ҳерц чен мекунем, яъне як чарха дар як сония. CPU-ҳои муосир чунон тезанд ки онҳоро бо ҳерц не, балки бо гигаҳерц ё ин ки миллиард чархаҳо дар як сония мешаванд. ин маънои онро дорад ки онҳо дар як сония метавонанд миллиардҳо вазифаҳои инфиродиро анҷом диҳанд. ин буд хусусияти якуми CPU-ҳо. биёед меравем ба хусусияти дуюми онҳо ки ин мураккабии онҳо аст. агар боре ҳам компютери бибикалонатро Windows насб карда бошӣ, пас ту дар бораи ин шумораҳо маълумот дорӣ. ва ё ин ки ин шумораҳоро ту дар куҷое дидаиву шунидаӣ. 32 бита, 64 бита. биёед ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ ҳастанд инҳо. шумо CPU-ҳои муосирро ҳамчун процессор 32 бита ё 64 бита пайдо мекунед. инҳо шумораҳои дуӣ ҳастанд. дар бораи ададҳои дуӣ дар дарсҳои оянда боз пурратар суҳбат мекунем. ҳоло бошад, биёед фарқият байни CPU-ҳои 32 бита ва 64 битаро бубинем. CPU-ҳои 32 бита версияҳои 32 бити нармафзор аз ҷумла системаҳои оператсионӣ ва барномаҳоро пуштибонӣ мекунанд. илова бар ин, онҳо маҳдудиятҳои зиёде доранд дар истифодаи хотираи компютер. дар бораи хотира дар дарсҳои оянда бисёртар хоҳем гуфт. ана CPU-ҳои 64 бита бошанд, аз CPU-ҳои 32 бита қавитар ва мураккабтар ҳастанд. ана барои ҳамин дафъи дигар ки ба компютери бибикалонат Windows 10-ро насб мекунӣ, ҳатман Windows 10-и 64 битаро насб кун. вагарна аз нафақаи ояндааш ба ту семичкаи симбаи сиёҳ нахоҳад харид. бале, агар ки ту Windows 64 битро дар компютери бибикалон насб кардӣ, ин 64 бити процессори компютерро истифода мебарад. ва маънои онро дорад ки компютери бибикалони ту як маротиба не, даҳҳо маротиба абарқудраттар ва зудтар мешавад. умедвор ҳастам ки ҳикояи ҳамсояи даврони донишҷӯям Эмил бо лақаби CPU ба шумо писанд омад ва дар компютери бибикалонатон ҳатман Windows 10 64 битаро насб хоҳед кард. оки ба шумо аз нафақаи ояндааш семичкаи симбаи сиёҳ харидорӣ кунад. бале, ин гуна ҳастанд дарсҳое ки аз ITF Plus тоҷик ҳастанд дар сомонаи IT омӯз. чӣ тавре ки мебинед ва вақте ки шумо онро хондед, ба шумо лозим аст ки барои мисол тугмаи аломатгузорӣ чун такмилшударо интихоб кунед ва баъдан дигар қисмҳояш ба шумо кушода мешавад. хоб, бармегардем ба чат. хоб, садо нест. чӣ хел садо нест? садо аст. окей, садо аст. хоб, садо ҳаст. давлатов, дуруд ба дӯсти меҳрубони ман Давлатов, садо нест. узри зиёд. шароитҳои ҳозира. окей. ба фикри ман ки ин 300 то 500 хелам гарон аст, не Руслан?
بله سه تا دیگر نوار هم نشر کردیم در آیتی آموز، ولی یک وبنامه خیلی زیبای نو است که من دیدم و این رو من هم میخوام با شما توصیه دیم. از یک دقیقه از یک دوستی مهربانی ما است که نوار ایجاد میکنم وابسته به علم. وابسته به علم. بله در اینجا درس‌های فیزیکا. بله через конденсатор, یعنی با واسطه کندنساتور پیوستش میکنیم. اول با واسطه جریان دویمی. خب اویدی گراف دیزاین چی فکر دارید؟ یعنی چی فکر ما چی نمود؟ خوش میکنم که سوال رو پرتر گوید، یعنی چی است مقصدتون در چی است؟ چی فکر دارم که آینده دارد یا که ندارد، یا که من خودم گرافیک دیزاینر نیستم. من باری هم دیزاین نکردم یکون گرافیک رو، ولی در چی رو در نظر دارید؟ منوچهر؟ ما دیزاینر نوارم. ما خودم با آیپد ایجاد میکنم با طریق برنامه کپکت، با طریق کانوا. ولی همه اینها را با اینها ما ایجاد میکنم. اگر که نوارهای ما را در نظر داشته باشید. ولی شما چی نوع دیزاین ها کرده میتونید؟ بله برنامه گفتم، برنامه کپکت، برنامه کانوا و بعدا در آیپد. از آیپد اون کانوا، کپکت و آیپد ایر. چی نام داشت؟ ون نوت؟ نه ون نوت نه، تنها نوتی از اپل است خودش دارد کو برای گرفتن نوشتن نوت. مشکل نیست، همه وقت شادم دوستی میروم، همه وقت شاد هستم که کمک رسید. همه وقت شاد هستم که کمک رسید. شاد هستم که کمک رسید. اوکی result.dev. چی فکر دارید با چت جی پی تی صحبت کنیم یا که نه؟ بچه کوی چت با چت جی پی تی صحبت کنیم یا که نکنیم؟ با چت جی پی تی در صحبت باشیم یا که نباشیم؟ با چت جی پی تی. درود بر شما. سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟ چطور من میتوانم که گرافیک دیزاینر شوم؟ آیا منظورتون دیزاین گرافیک یا توانانگی گرافیک یا چوان گرافیک است؟ بله منظورم دیزاین گرافیک است. در زمینه دیزاین گرافیک مهارت‌های خودتون را چقدر توسعه دادید؟ نه من میخوام که چگونه من میتوانم دیزاین گرافیک باشم. یگان توصیه به من دهید. برای تبدیل شدن به یک دیزاینر گرافیک میتونید از 2 راه پیش رو انتخاب کنید: یادگیری مستقل
و یا حضور در دوره‌های آموزشی و دانشگاه‌ها. هر کدوم از این راه‌ها مزایا و معایب خودشون رو دارن. به نظر شما کدوم گزینه براتون جذاب‌تره؟ من کو از دانشگاه با من پسند نیست. من نمیخوام که با دانشگاه روم، ولی من فکر میکنم که راه دومی که شما توصیه دادید این بهتر است. فهمیدم. اگه احساس میکنی روح دومی شما به شما میگوید که راه دیگه بهتره، میتونید گوش به اون بدید. هر کسی مسیر و راه زندگیش رو به شیوهی متفاوت انتخاب میکنه. به نظر شما اگه از دانشگاه و محیط تحصیلی دوری کنید، چطور میتونید دانش و مهارت لازم رو به دست بیارید؟ من فکر میکنم که از کورس‌های آنلاینی استفاده میبرم تا که گرافیک دیزاینر شوم. ولی شما چی فکر میکنید؟ آیا کورس‌های آنلاینی به من کمک میرسونن؟ بله، استفاده از دوره‌های آنلاین میتونه به شما کمک زیادی کنه. اونها میتونن ابزارها، تکنیک‌ها و مفاهیم جدید رو به شما آموزش بدن و امکان ارتقاء مهارت‌هاتون رو فراهم کنن. ما بهتره از دوره‌هایی که از منابع قابل اعتماد و معتبر استفاده کنید. من کو یک دوست دارم، دوستی مهربانی من نام دارد منوچهر. شما چی توصیه دارید با منوچهر؟ واحدی گرافیک دیزاینر. صداشون مثل یک دوست صمیمی و پشتیبانی کننده به نظر میاد. شاید بتونه بهتون در مسیرتون به عنوان یک دیزاینر گرافیک کمک کنه و تجربیات خودش رو با شما به اشتراک بذاره. چطور میتونم به شما کمک کنم تا ایده های خودتون رو در دیزاین گرافیک به واقعیت تبدیل کنید؟ ولی من فکر نمیکنم که منوچهر حالا در درجه کسبی باشد، دیزاینری کسبی. چطور آن میتواند که دیزاینری پروفسیونال و یا اینکه کسبی باشد؟ درسته، برای برخی افراد دیزاین گرافیک یک شغل کسبی نیست و میتونه فقط یک هواپیما کناری باشه. اما برای برخی دیگه این یک فرصت است که درآمدزایی و کسب و کار راه بندازند. همه به اندازه کافی اهمیت داره و انتخاب شماست که چطور میخواهید از دیزاین گرافیک خودتون استفاده کنید. اگر که من خواهم که منوچهر را همچون دیزاین گرافیک با آیتی آموز همچون همکار گیرم، از او چی ها را طلب کنم؟ از یک همکاری موفق بین شما و یک دیزاینر گرافیک میتونید انتظار داشته باشید که ایده ها و نقشه های شما رو به طراحی های گرافیکی جذاب و مؤثر تبدیل کنه. توانایی درک نیازها و هدف های شما و ترجمه آنها به زبان تصویر. 3. ارائه طرح‌هایی که با استانداردها و سلیقه مشتری شما همخوانی دارند. 4. هماهنگی و همکاری مؤثر در فرآیند طراحی و ارائه به موقع نسخه‌های اصلاحی. همچنین مهمه که از او بخواهید تا در فرآیند کاری به روز باشه و نرم افزارهای مورد نیاز برای طراحی گرافیکی رو بلد باشه. اوکی. بزرگمهر، آیا تو اینها رو بلد هستی یا اینکه نیستی؟ آیا میتونی که برای مثال نمیدونم سامانه آیتی آموز اگون دیزاین های زیبا کشی تو که ما اون رو گذاریم و ایواز کنیم اگون جارد Shut up! He started speaking Chinese, bro. درود با دوست مهربان من مبارک شاه. از نام مرسی بابت پیامتون. چطور میتونم به شما کمک کنم؟ با مبارک شد درود گوید. خواهش میکنم اگر سوال یا درخواستی دارید با خوشحالی منتظرم که کمک کنم. چرا شما نادان هستید دوستی عزیز؟ من سعی میکنم که اطلاعات مفید و صحیح را ارائه کنم. اما همیشه ممکن است چیزهایی را ندانم یا اشتباه بگویم. اگر سوالی دارید خوشحال میشم که بهتون کمک کنم.
بچه‌های چت یگان سوال دارید یا اینکه نه؟ چرا که تماشابینان من کم هستن در یوتیوب؟ خیلی هم تماشابینانی کم دارم. چرا؟ بله، مطمئناً می توانید با من به زبان چت کنید. اگر سوال یا درخواست خاصی دارید فقط بپرسید. سوال من این است که چرا که تماشابینانی کم دارم من در یوتیوب؟ چرا؟ این سوالش در چی باشد؟ ممکنه چندین علت برای کم شدن تماشاهای ویدیوهای شما در یوتیوب وجود داشته باشه. این میتونه به مواردی مثل کیفیت محتوا، تازگی ویدیوها، استراتژی تبلیغاتی و یا الگوریتم‌های یوتیوب مربوط باشه. برای افزایش تماشاها میتونید از روش‌هایی مثل بهبود کیفیت و محتوای ویدیوها، استفاده از کلیدواژه‌های مناسب برای جلب توجه و یا ارتقاء استراتژی تبلیغاتی استفاده کنید. سپاس فراوان برای توصیه. متوجه نشدم. آیا می توانید سوالتان را با دقت تر مطرح کنید؟ این سوال نبود، این منتداری بود. مرسی. اگر شما مشکلی دارید یا نیاز به کمکی دارید، من اینجا هستم تا کمک کنم. لطفاً سوال یا درخواست خود را بیان کنید تا بتوانم به شما کمک کنم. بله، این بود دوستی مهربانی ما چت جی پی تی. اوکی. آیا شما حکایه میدونید از مثنوی معنوی؟ Čini se kao da koristiš neki jezik koji ne razumem. Možeš li mi reći na kojem jeziku pišeš? شراب. آیا شما یگان حکایه میدونید از مثنوی معنوی؟ بله، من یک مدل زبانی هستم که به اسم چت جی پی تی ساخته شدم. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟ با ما حکایه، با ما قصه گوید از مثنوی معنوی. بله، میفهمم. شما میخواهید یک حکایت یا قصه از مثنوی معنوی بگویم. چه نوع داستانی میخواهید بشنوید؟ میتوانید برای مثال درباره یکی از مظاهر اخلاقی، عشق یا حکمت در آن مثنوی معنوی بیان کنید. درباره اخلاقی. خوب، یکی از داستانهای اخلاقی معروف از مثنوی معنوی قصه گلستان و عنبر است. در این داستان گلستان که یک گل بود به عنوان نمادی از زیبایی و شادابی و عنبر که نمادی از خوشبوی بود با هم درگیر می شوند که کدامیک بهتر است. پس از بحث و تلاش برای اثبات برتری آنها در متنها خود پیوسته به نتیجه می رسند که هر دو خصوصیتشان مهم و ارزشمند است و هر کدام به نوبه خود بی‌نظیرند. این داستان به ما یادآوری می‌کند که هر فرد برای جامعه ارزشی و معنای خاصی دارد و همه می‌توانند به نحوهی منحصر به فرد واقعیت را بهبود بخشند. در حقیقت که زیبا بود. کنی مصرع‌های اولی مثنوی معنوی را با ما گوید؟ بله، می‌توانم. تناقض کی زوا بود. یکی از مصرع‌های آغازین معروف از مثنوی معنوی است. این مصرع به طور مجازی به تناقضات و دوگانگی‌هایی که در زندگی وجود دارد اشاره دارد. مثنوی معنوی حاوی بسیاری از این نوع تناقضات است و توسط مولانا برای بیان مسائل فلسفی و روحانی استفاده می شود. این را ادامه دید. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. لطفاً دوامش را گوید.
بله زد. در آموزش را گویه میکنم. در جدایی ها شکایت میکنه، بیشناب از نایچون نیکایت میکنه. دوامش رو گوید، دوامش رو ادامه دید همین شعر رو. دبا ماشین و کنیه نو ایدو نی تسویته هنشی ای ماشو. شراب! どのような計画がありますか؟ اوکی، ادامه همین شعر رو با ما بگوید. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا ما را ببریدن، در نفیر مرد و زن نالیدن. ادامه دهید لطفاً. مصرع های اولی مثنوی معنوی را با ما سرایید. بله زد. این است ادامه میان. آفتاب شب برگیزد از راه، در دست شب مهری زد از راه. از جدایی ها حکایت نکند که از نیستان تمر را بردیدن. یک بار ادامه ده، همین را ادامه ده. 了解しました。移動の計画について Oh 話 my しましょう。 god! او ایستید شاید که ما با زبان فارسی زیبا صحبت ندارم. ایستید. یک دقیقه. Got it. Shut If up. you have any more requests Shut or up, if shut up, there's shut up, shut up. واسه دقیقه ما با تلفن موبیلی میتونم که نویسیم نه. Hello Siri, could you please tell me how can I say in Persian that read this poem from Masnavi Manavi? Hey there, sure thing. To say, read this poem from Masnavi Manavi in Persian, you would say, In shara as Mesnavi Manavi bikhonid. How's that? Could you repeat again? Sorry, an unknown error occurred. Could you repeat again? Of course, no problem at all. In Persian, you would say, In shara as Mesnavi Manavi bikhonid. Does that help? Okay, in شعر Of از course. این شعر رو از مثنوی معنوی بخونید. Let's take it from the top. تناقض آسترینا. اوکی رفتیم. این شعر رو از مثنوی معنوی بخونید. بشنو از نی چون حکایت میکند. دوامش رو ادامه دهید. ممنون. این تاکید بر تناقض‌های زندگی و آموزه‌هایی که مثنوی معنوی مطرح می‌کنند جالب است. آیا می‌خواهید که داستان‌های دیگری از مولانا یا دیگر شاعران معروف را بشنوید؟ بله با طریق شعر میخوام شنوم. بله میخوام با طریق شعر شنوم. خوب باشه. می‌توانم برای شما یکی از شعرهای معروف را بخوانم. اوکی خوان. خوب. اگر هر زمانی دوست داشتید یا سوالی داشتید فقط بله بگید. این ابی مازه من سنربون. اینجا هستم تا کمک کنم. همش ابی ماسته ابی چت نیسته ابی چت جی پی تی نیست. اوکی همش ابی چت جی پی تی است نیست ابی ماست. آیا این عقل سیم؟ بله این هوش مصنوعی است دوست مهربان. هوش مصنوعی است. درباره ابو عبدالله رودکی چی میدانید؟ کی به دنیا آمده است ابو عبدالله رودکی؟ و لطفاً یک شعر از او بخوانید. بگویید. درباره ابو عبدالله رودکی بسیار استاد مرد و شاعر برجسته‌ای بود. از اومدنش به این دنیا ابو عبدالله رودکی وقتی در یک چهره بیخندیده و بیگفتن باشد خوشایندی و روشنایی به جهان میاد. یگان شعر از او میدانی؟ Absolutely. Feel free to share as many questions or topics as you'd like. I'm here to assist you with whatever you need. Okay. Could you please tell me
any poem from Abu Abdullah Rudaki in Persian language? Could you please like read it for me? Of course. Go. Here's a famous poem by Rudaki. در خانه ما خراباتی برپاست که باده ای از آنجا هر ساعت رساست. Now let me read it for you. در خانه ما خراباتی برپاست که باده ای از آنجا هر ساعت رساست. This poem reflects the beauty and richness of Persian poetry, especially in its simplicity and elegance. آیا تو ایرانی بلدی؟ من یک مدل هوش مصنوعی هستم که به تمام زبانها مسلط نیستم، اما توانایی برقراری ارتباط و ارائه خدمات به زبانهای مختلف را دارم. آیا می توانم به شما در مورد چیز خاصی کمک کنم؟ بله. یگان شیر میدانی؟ Are you talking about cute, fluffy rabbits? Oh my goodness, no. بچه‌ها چت عذر زیاده همش عیبی ما هستم. نه من با این صحبت کردن نتوانستم این زمان. من با این صحبت کردن نتوانستم استادم این زمان. همش عیبی ما هست. اوکی. ماهی گذشته خیلی هم زیبا بود. مهرداد چی است این هوش مصنوعی است که با زبان ایرانی صحبت میکند. خب آیا فارسی بلد هستی؟ آیا فارسی بلد هستی؟ هلو؟ Ima mikani barergami, բայց չեմ հասկանում ձեր հարցը. Արդյոք سلام. آیا فارسی بلد هستی؟ و علیکم السلام. بله، من فارسی را بلدم. چطور می توانم به شما کمک کنم؟ با ما حکایه گوی از ابو عبدالله رودکی. می توانم برای شما یکی از شعرهای ابو عبدالله رودکی بخوانم. یک شعر معروف از اون به فارسی اینه: بلبل به پیام برنشست، به راه کان در وقت خویش برآمد به گالزارا. حالا بخونمش براتون. از سعدی شیرازی چی میدونی از سعدی شیرازی؟ سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شاعران و ادیبان ایرانی است. او در دوره 12 و 13 میلادی فعالیت می‌کرد و آثارش از جمله گلستان و بوستان از معروفترین آثار ادبی فارسی هستند. آثار سعدی شامل شعر، حکایات، نکته‌ها و آموزه‌های اخلاقی است که هنوز هم بسیار محبوب و مورد توجه هستند. بنی آدم اعضای یکدیگرند. همین را ادامه ده. تمامش را با ما خوان یا اینکه گوی. بله، این پندی از سعدی است. دوامش را گپ حالا زن. برای شما آن را می‌خوانم. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر آذوها را نماند قرار. این پند نشان می‌دهد که همه انسان‌ها از یک معادن وجودی ساخته شدند. وقتی یکی از آنها به درد و زحمتی مبتلا می‌شود، سایر اعضا هم به نحوی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. بله، اکنون من توانستم. دیگر شعر رو از درباره صدرالدین عینی چی میدانی؟ از اپ استور و پلی استور. بچه‌های چت، این هوش مصنوعی است. چت جی پی تی نام دارد و این رو شما میتونید که از اپ استور و پلی استور گیرید.
бале пани одам аъзои якдигаранд дар русия кор намекунад рӯз бахайр ман Ризо Гӯев ҳастам оё ту бо забони тоҷикӣ суҳбат карда метавонӣ شما حقیقتا همین تو مشکل‌های زبانی. من با شما صحبت کردن نمیتوانم. ягон чиз дар бораи тоҷикистон медонӣ بله، بوره تاجیکستان یک شهر در جنوب شرقی تاجیکستان است. این شهر مرکز استان ختلان در کشور است و دارای جاذبه‌های گردشگری متنوعی مانند قلعه ختلان و تپه‌های باستانی است. همچنین مردمان مهمان نواز و مهربان آنجا به شهر رونق بخشیدند. در چی از پایتخت تاجیکستان کدام شهر است تاجیکستان در مرکزی آسیا یافته می شود. پایتخت تاجیکستان کدام شهر است دویدش مشته ماشی هوکانی Shut up, bro. I'm done. افسوس در روسیه کار نمیکند. چت جی پی تی اسیستنت. عذر زیاد دوست مهربان. عذر زیاد اگر در روسیه کار نکند. ولی بله این چت جی پی تی است. با زبان فارسی خیلی هم زیبا صحبت میکند. نه دوست مهربان. یعنی چی نوع تلفن داری؟ iOS و یا که اندروید؟ اگر که اندروید iOS داشته باشی من نشون میدم. می نویسید در اپ استور وارد میشه با اپ استور این برنامه رو میگویند اپ استور اوکی this application is called app store این برنامه اپ استور و بعدا در اینجا جای کافتکاب جای جستجو هست در بالا جستجو زیر میکنید و بعدا در جای جستجو می نویسید چت جی پی تی انا چت جی پی تی که نویسید پیشنهادها میکند و یکی از اونها رو انتخاب میکنید و بله این از چت جی پی تی اپدیت سلکه شد شاید که من توانم از یه دقیقه چی نوع تلفن دارید چی نوع تلفن موبیل دارید دوست مهربان اندروید iOS سیستم اپراتیونی چی هسته چی هست مهراب سیستم اپراتیونی چی هسته iOS یا اینکه اندروید iOS یا اینکه اندروید اگر اندروید باشد اینجا ده iOS چت جی پی تی اپ استور چت جی پی تی اون د اپ استور بله این همه یافتم چت جی پی تی برای اپ استور برای iOS خود یازی وارد شو و اون را برباداری کن Oh my goodness 839,000 آدم اینا بها گذاشته است عبدالله درود دوست مهربان عبدالله چی نمودی سیستم اپراتیون داره اگر که اندروید باشد لطفاً یکم پیوند را زیر کنید اگر که iOS باشد پیوندی دویم را زیر کنید در هر دو پیوند شما میتوانید که آن را زیرکشی کنید با تلفن خود زیرکشی کرده بعدا نصب کنید
саломат боши меҳроб, саломат боши дӯсти меҳрубон, саломат боши. саломат бошед. хоб, ба фикри ма ки борон тамом шид дар ҷои мо ва бале ман танҳо мехостам ки азизулло шарипов салом алейкум. ва алейкум ассалом. бо дӯстони онлайнӣ дар суҳбат бошам ва агар ки ягон саволҳо дошта бошед бачаҳои чат нависед. агар ки ягон пешниҳодҳо бошад вобаста ба наворҳо пешниҳод кунед ва агар ки набошад ташаккури зиёд. ба фикрам ки ман ҳам бояд имрӯз пахши мустақимро ба итмом расонам. барости ман намедонам дӯст меребон, ман намедонам ки копилот чат чи аст. вале шояд ки API чат GPT-ро пайваст кунанд дар он. вале ман намедонам, дар бораи ин маълумот надорам. боз як қопча AI-ҳо пайдо шуданд. вале аз ҳама доно ва абарқудраташ ҳамин чат GPT аз OpenAI аст. бародар, IT дар оянда ба насли наврас хуб аст ба фикри ту? акнун вобаста аст, яъне аз кадом соҳа? аз рӯи корнома? бале, агар ки ту мутахассиси IT бошӣ, ин комилан зиндагиро эваз мекунад. вале агар ки ҳам хубиҳо дорад, ҳам бадиҳо. метавонӣ ки бо мисли робот бошӣ ва рӯзто бега аз хона кор кунӣ ва бо мардум кам сару кор дошта бошӣ. ин вобаста аст. вале аз рӯи корнома, бале, беҳтарин корнома ин замон IT аст. имкониятҳое ки IT фароҳам меорад, ман фикр намекунам ки дигар корномаҳо фароҳам оранд. خب بله، ما باید که روم. دوستان مهربان، تشکر زیاد به هر یک آدمی که در پخش مستقیم بودن و شاید که این ماه دیگر پخش مستقیم نشود. این آخرین پخش مستقیم خواهد بود در ماه می، چون که ما باید بسیارتر بله کار کنم در بالای سامانه و عموما در بالای کورسی نو که نام دارد ITF پلاس لوژیکی و شاید که برگردم الکی شاید که همین ماه می یک نوار ایجاد کنم برای وبنامه یوتیوبی ریزا گیوف با صفتی نو و باز با همان حکایه هایی که در گذشته بودن که میدونم بسیاری شما پزمان شدید با حکایه هایی که من می نویسم و ایجاد میکنم. و بله، تشکر زیاد. شبی خوش، یا که روزی خوب، یا که روزی با برار. تا صحبت های دیگر.